سلامونه او نیکی هیلې ګرانو دوستانو، هیله ده چې نړۍ په هر ګوټ کې چې یاست روغ او جوړ اوسئ. نن شپه موږ هلته راغلي یو چیرته چې د صحي محصولاتو نمایندګي پرانیست غونډه ده. له موږ سره پاتې شئ تر څو د داخل حالات د نږدې ووینو. مننه. به نام خالق زیبایی ها عبدالرازق رئیسخیل معاون گروه کمپانی های رئیسخیل در افغانستان هستیم. امروز همه ما شما نه تنها شاهد افتتاحیه مراسم رسمی و انحصاری برند ویکتوریا روز در ولایت غزنی بودیم، بلکه شاهد یک گام مثبت در مسیر توسعه و ارتقای کیفیت محصولات صنعتی بهداشتی بودیم و به این ترتیب برند ویکتوریا روز که امروز ما شما شاهد افتتاحی از این مراسم بودیم، یک برند محصولات بهداشتی است که در واقع مواد اولیه از کشور فرانسه است و پکینگش بر جزیره آزاد تجاری قشم صورت میگیره و این کوالیتی و کیفیت از این محصولات همش درجه یک است که آنالیز شده. از مواد شیمیایی و کیمیایی مضر در این محصولات استفاده نشده، مثل پارابن، سولفات و چشمانداز ما در واقع در عرصه از این سرمایه گذاری ای است که مردم ما از محصولات با کیفیت یک شایسته و ارزنده از ما مصرف از این محصولات هستند در واقع مستفید شوند و این یک زمینه اشتغالزایی و رشد و فرصت های کاری را بر جامعه ما شما ایجاد میکنه و این جای افتخار است و ما این را دین و مسئولیت خود میدانیم. من حیث یک تاجر این مسئولیت ما از دین ما است که ما محصول با کیفیت وارد کشور بکنیم. من سپاسگزاری و امتنان میکنم از تاجرای عزیز ما که در واقع محصولات را در افغانستان وارد میکنن و تولید کننده های داخلی را که ما شما در داخل وطن خود داریم. نهایت سپاسگزاری از این دوستان میکنم و خواهشم از همه تجار بزرگواری است که مردم ما را شایسته و ارزنده استفاده محصولات بهتر و با کیفیت تر بدارند. موفق سربلند باشین. سلام. ګرانو لیدونکو، اوس مهال موږ له هغه چا سره یو کوم چې د غزني ولایت د ویکتوریا روس کمپنۍ رئیس دی. موږ به له سره خبرې اترې وکړو او د دوی معرفي به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. میشه خود معرفی کنیم ببین له
نام جمشید مشفق است از ولایت غزنی، یکی از نماینده های فعال کمپانی ویکتوریاروس در ولایت غزنی است. بسیار خوب مشفق صاحب اگر ما بگویید درباره این کمپانی بیننده ها خوش میشن. خب بسیار خوب، یک روشنی کوتاه در قسمت کمپانی خود براتون میندازم. کمپانی ویکتوریاروس یکی از برندهای کشور فرانسه است که محصولات این برند در خود کشور فرانسه ساخته میشه و به شکل بولک یعنی بلرکی از کشور فرانسه وارد جزیره خشم میشه، از اونجا به خاطر بسته‌بندیش وارد قطر میشه، از قطر پس داخل افغانستان میشه. بسیار خوب که دارای 70 نوع محصول است. محصولاتش هم مختلف است، یعنی از شامپو، کریم و بادی اسپلش، بالم لب و دیگه انواع اقسام مختلف محصولات است. نمیتونیم که کل زیر به ترکیب کلش نام بگیریم. بسیار زیاد تشکر مشفق صاحب، واقعا یک خدمت بسیار بزرگی است برای مردم غزنی. بخیر باشی مشفق صاحب. اگر کدام پیامی داری به بیننده ها میتونی از طریق یوتیوب چنل و فیسبوک ما گفتم میتونی. تشکر از شما که وقت گذاشتیم آمدین در اینجا قدم رنجه کردیم. پیام من نیست که ما خودمون شخصا در ولایت غزنی تلاش داریم که محصولات خوبتر و بهتر که فعلا در دسترس ما قرار داره ما برای مشتری های خود، کسایی که مخاطب ماست و از محصولات استفاده میکنن و با اطمینان کامل گفته میتونم که تقریبا 96% نچرال یعنی طبیعی است. مواد مضره یعنی در محصولات ما فاقد مواد مضره است، یعنی در بدن حساسیت نداره به خاطر رشد موها، به خاطر جلوگیری از ریزش مو و در ابتدا یعنی خود ساقه مو را میخواه که چیز کنه، یعنی خود ریزش مو را به عقب بندازه. بسیار زیاد تشکر مشفق صاحب، انشاءالله در آینده هم کامیاب باشین. لوګران اوریدونکو دا اوس مونږ د نن شپې د صحي محصولاتو نمایندګي پرانیست غونډه د داسې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب، فیسبوک باندې سره فالو کړئ. تر بل راپور مو په لوی اوسپسې تعالی جل جلاله سپارم. الله مو مل شه.